بشم شورای شهر من اولین کاری که کنم یک تالار اپرای زیبا شبیه اونی که سیدنی استرالیای من نه استخر جزیره من چه کنم. مو تعجب کنم چطور نمایشنامه رو خوندی به ما تئاتر نگاه کردی؟ نمایشنامه بخونم دیدن تئاتر جذابیتی نداره میبه. بعد چطور میبه جذابه که هر کس به یه شکل از دیدن هنر نمایشی لذت بینه. این حرف چیسته خنم اگه ای تو بود چی ستر جان ما ای تو راحت ترم ده نبا بدی. با عرض سلام و خوش آمدگویی به همگی خواهش کنم شمه موبایلونه خاموش کنیم و همچنین سپاسگزاری کنم از شمه که تماشای تئاتر برای گذراندن اوقات فراغت انتخاب بودی. اصلا باید همه مجازاتای اعدام به حبس ابد تبدیل کنن. اعدام که بهتر آقا، آدم یه بار مینه راحت بنده. این حرف چیزه آقا؟ زندگی در هر صورت بهتر از مرگه. ما اگه حق انتخاب بدارم حتما حبس ابد انتخاب کنم. موتی احمد 2 میلیون شرط میدونم که تو حتی منی 5 سال زندان انفرادی تحمل بکنی. موتی احمد 15 سال شرط بدارم که تیرم تحمل بکنم. 15 سال؟ کوتاه به آقا، به خاطر 2 میلیون قنیز عمر نابود کنی؟ من به 2 میلیون پول نهولی تو فوقش 4 سال بتونی دوام بری، چون در نظر بگی تحمل حبس داوطلبانه سخت‌تر از حبس اجباری. باشه ده آقا قبول ده. تو 2 میلیون روبل در خطر تو دینی منم میازده. قبوله. الان 15 ساله که سلول منیسه؟ عجب تو ریسی که چی بگو نخه؟ فرده این 15 سال تمن منم باید 2 میلیون روبلی نهده. عجب شرط احمقانه ای دبستین. او خوشه عمر تلفه گوده تنم تی پوله. مسئله اینه که ما الان پول ندانم ورشکست عبادرم. راسته گونی؟ یارو چطور 15 سال تحمل بوده؟ قرار بنامیم یک تساز بتونه بداره. هرچی کتاب و شرابخانه در اختیاری قرار بگیره ولی هیچ کس من نیستمون بینه. 15 سال با ساز و کتاب و مشروب. سال اول همش شراب خورده و پیانو زده بود، ولی از سال دوم فقط تقاضای کتاب داشت. از کتابای فلسفی و تاریخی بگی تا کتابای داستانی و آموزش زبان خارجی که در این مدت 6 زبان خارجی یاد بیته. این 2 سال آخرم فقط انجیل خود نداره. عجب. فردا با 2 میلیون از زیرشنه، ولی ما باید با ورشکستگی کامل به زندگی ادامه بدیم. شاید هم ادامه ندیم. آقا دنیا به آخر نرسه که. یک تصمیم شیطانی بیتم. خانمم شاید خوابم خفه بکنم. تو ربی مگه؟ آقا بقیتی عمر به عنوان یه ورشکست سپری بکن، ولی به عنوان یه جنایتکار زندگی نکن. این 2 میلیون من نابود نکنه. صدای چی بود؟ بوشو یعنی قرارداد نقض اگوده. این کار احمد نجات بده. فردا ساعت 12 می آزاده به دست بینم، ولی زودتر از موعدی زندان ترک کنم تا قراردادی که دبستمیم از بین بشون، چون پول و زندگی و همه چیزای خوبی که کتابون من ممیشتن نه دیمه به ارزشی نداره.